ای خواستم که موسیقی داری او 50 سال همین دردا بونه داره بودی 2 کیلومتر پیاده آوردی هیچی اومده بطیردی شجونه این تنازل کمپی اینا رسیده اینا اینجا جای خدمتی بچه من بیا همسا میگوی لطفه ده کمپی برای گوش کن این همیشه اگر اون دام همه گیرم تو برای شجونه بگی بیو بشی ای خود کمپی آجو گنجو نرگی بو ای کی جا بشی که اومداری مرا خواستم که دیگه این هایی اومد السلام علیکم آبادار قسمی زمین و شرک ساسی یک سجن کار را برامونو سازی بچم خوبی شکر خدا الرحمندی سازی میگم شکر خدا نشوا شکر همین میگم کمپیر خطی پیش بچه اومدم بچه من فریاد که کیا بچه شما کیا دیلشاد جون آخه در یک قسمی نزایی ما دیشاجون بسیار رای فامیلا چه فامیلاست رحیم دیلشاد جون رای دیشاجون کار بزن بچه من شما پیش خوران در بسن از من فروش بکن یا کم بگیر بچه من هداش تو بدی با بچه کم بیا چشم من کم بیا این برای بچه من این خانه کرچه آوردم فقیر کردم یارم مسکه توجیکی آوردم خود کم کنی بچه می کمپیر چی گفتی؟ ای بود بخرم گوشوی کرد دیلشاد میگو بیا هازی میاد هازی میاد چیز نشو پدرم بچه ای خیلی زکاتم شده بچه من نگاه چجور چند نمونه بچه بچه نمونه خیلی دیگه بچه هم شکر رحمت کن رحمت خدمتات سازه خدمتات هست بهترین کمپی بگم بچه من یه تل خشده نگه اینجا اکی همین دیلشاد جان خدمو ایام ایدکیش دارتر بود یکی باید خیلی خوب داشت همین در خانه قشلوب را مصفه در قشلوب همین دستکاش در کیسه می انداخته که برق جوده با گرم میزد آواز میبینید دستکاش در کیسه برومدگه آخه اینجا دیگه کنه آچه هم نسه اینجا خیزمت بگم اینجا خدمت همین نو اومدگیم دا آچه خب در سون در کیسه عادت کرده که بدون بگشتم دیدن کیله بشه کیسه ما پریسان کردن دهنوش دوختن حالا دیگه همین کیسه مرده دیدن کنیم کیسه دوختگی درش پریسان اکی هیچ نمیه او با وجود با کم کم تعلیم اتیان خوب شه اکی دیلشاد جانه این همون دکتراتات معلومه که خود دکتراتون خوبه یا؟ خوبه یا چه نظر بهترین است سرده کشم اتیان، کلبسه اتیان، تخم اتیان، خسکم اتیان مسکم اتیان، هر چی اتیان همه اصل خونه دا دیدگی نبودم اتیان هم آقا برکت بیمان در یه هفته با تو برد بچه را همون میبرم همون میبرم همون میبرم باید شام بشم چی بشه باید؟ حالا یک کس بعد عروس بشه دیگه شام بشه حالا به این خصوصی مرا فهمیدم چی میگوشم این خصوصی؟ اشلاف در کامره چی نبودم؟ این کامره چی؟ توی سیاه کامره توی حالا یک موزه رو بده بیتیم همه رو تو سال سیاه کنم اگه با دوجه کمکان خیلی بازی نکنی شوخی نکنی زیر بشه بچه‌ها زیر بشه اگه او قیگه پیدا بداره هموزه چیه انتا نگری سیاه کش او خبر نداره بچه‌ها من باز بیمه ساعت بشه میاد بگه کامره چی که بگو ما بگه دیسکی توی بیاد میگم همینجا خود خورکا ساز دویا بهتری گفتم با همه چی بدیم همین اولین گوش که بچه همین در همین باره که در اونجا هم رسد منم بیام در همین باره بسته
کی فهمید من این کمپری چاره در همون ناحیه دوردست میمونم و هجوم طرفی خوردن میکنم فهمیدی؟ کیه موسفید؟ کمپی ما مسفیدم 50 سال زندگی کرده مسفید نبودم و آمده بودم که مسفید ای خود خیلی خدمتان کنه من گوش کن چی خدمت کرده با من؟ نه با من چی خدمت کرده؟ گفتم خدمتان خدمتان گفتم همین وقت بیگاه و مال او علف کنی میشود همین کمپی قدی همسایه در همون آقل تاریک داد کرد گاه و مال علف میکنی انا وقت علف ریزه کنی باشه در بالای چردک انا ما همسایه قدی هر ده همون علف ریزه میکنی این همین حیزم چیه؟ همین حیزم چیه که همین حیزمکاره خدمتکای بختیاری همسایه مونه همه 16 فرزند مونم خدمتکار بختیاری همسایه شما کو مرا خبرگیری آمده و جنگ چی در کنم شما یه بار مرا زیر کرده آخی چی؟ نه زیر نشم اگه بسیار جانه اگه این مادر خودت میدونی بچه شبای دراز یادت میکنم که خواب نمیبره بچه همین از صورتک که میآوردی و حتی بگو در همین بالای دل میمادم همین علای دلی و چک میمون صورت گفته؟ نه صورت کسی گرفته میگم صورت؟ کمپی آی بچه ما گیجا تو در صورت بیرنگ میآورده اینجا اوی مصفیده با عصر بیستیه علم و تکنیکه فهمیدی؟ بچه این صورت صورت یه دقیقه قیمته که یاد که کرده مرا که کم کم تماشا کنه آه مصفید مصفید با این چه تا این نورش درست چیه کمپی ساده کمپی سلوژیت کلام ها میدونم چیه این تانکه صورتی تانکه دیشا جان آمد صورتی خطه گفتم تو صورتی تانکه رو آوردی بچه هم بخیر جان صورتی تانکه و در دارین همین تانکه میم دیشا جان انا که همین کمپیری و چر همون را ایدونه کلچر کردم فردیرت کردم همین یه علم مسکه توجیکی تو برا بچه خشمیش کشیده بچه شرط شرایطی بود نبزای بهتری نه برای چی زحمت کشیده بچه بچه اینم یک کاره بعد سکای خودم تیوسه این بگی برو قدین و هم خدمتکار بود تو بچه مصفده وقتی دفتر باشه رفت دوره انا که یک دعا میده آی بچه نمیده یا لحظه بچه ما ببینم در تو بکشم این در تو بکشم یا دعا میده ما نخیطه میگیم الهی امید پروردگار همین شاجانی مرا بسری برای همه همین عسکرکار نگهبان شما بسری برای خدمت مادر وطن ادا کرد و پیش پدراش رو بیم خدمت مادر وطن سربلندانه ادا کرد خدا نگهبان شما